سلام و درود خدمت دوستان عزیز. امروز اومدیم با یه آموزش دیگه. اکثر ماها از این قفلای توکار خریدیم و دیدیم وقتی وصلش کردیم دیدیم زبونش برعکسه، یعنی به یکی از این دو صورت هستش. امروز اومدیم تمام مدل های این قفلا رو با هم بررسی کنیم. فقط قبل از شروع شدن ویدیو حتما ویدیو رو لایک کنید، ما رو سابسکرایب کنید، ممنون میشیم تا آموزش های دیگه قفلا رو از دست ندید. کل مدل های قفل ها که زبونشون میچرخه جز این 5 تا هستش: قفل 2.5، قفل 4.5، حالا 5.5، 5، 6.5 و ولی اکثرانشون به این صورت هستش که با هم بررسی میکنیم. اول قفل های 2.5 رو داریم. همونجور که میبینید داخل ویدیو هم مشخص هستش یه پیچ داخل زبونه هست. اگه ما این پیچ رو باز کنیم، همونجور که میبینید پیچ با پیشگوشی راحت باز میشه و این پیچ در میاد. مواظب باشید گم نکنید پیچ رو. و این زبونه به صورت کامل در میاد و میتونیم اونو بچرخونیم. و باز هم اگه نگاه کنید از دو طرف جای پیچ داره. ما زبونه رو چرخوندیم، پیچ رو میذاریم و صفر میکنیم. این مدل قفل ها اکثرا به این صورت زبونشون چرخیده میشه. قفل های 4.5، 5.2، 5.5 بعضیاشون به این مدله که خیلی راحته. یه شاسی کوچیک کارخونه ها درست کردن واسه ما اگه این شاسی رو به سمت بالا فشار بدیم زبونه در میاد و این میچرخ. یه بار دیگه امتحان میکنیم که با هم دیگه ببینیم. این شاسی رو اگه فشار بدین، حالا با پیشگوشی باید انجام بدیم. با پیشگوشی رو فشار بدم، ناخن ندارم. اگه اینو فشار بدیم زبونه در میاد و این کامل میچرخه و به هر سمتی که دوست دارین این زبونه جا میفته و هیچ مشکلی واسش درست نمیشه. مدل بعدی قفلامون پیچخور هستش. یعنی اگه نگاه کنید داخل قفل یه دونه پیچ هستش. ما اگه این قفل رو بعضی میگن اینو فشار بدیم، ما اگه اینو فشار بدیم در نمیاد. هر چی اینو فشار بدیم در نمیاد. با این پیچو شل کنیم. اگه پیچو شل کنیم میبینید که کم کم زبونه داره از قفل در میاد. به یه حدی که رسید این زبونه دیگه میچرخه. یکم دیگه باید باز کنیم. این زبونه دیگه در اومده. نگاه کنید میچرخه باز. ما باز به هر صورت، به هر سمتی که دوست داشتیم این زبونه رو میتونیم بچرخونیم و جا بزنیم. وقتی که جا انداختیم فقط باید اینو یادتون باشه، باید اینو حتما صفر کنید، چون اگه شل کنید نگاه کنید گیر میکنه، در میاد. پیچو صفر کنیم باز. اینم یه مدل دیگه. پس الان شد یه جای پیچ، یه شاسی و یه دونه پیچ. خیلی راحت. حالا این مدل قفل رو داریم. این مدل قفل شاسی ها نداره، هیچی نداره. اگه از داخل نگاش کنیم یه جای پیچ داریم، ولی این پیچ اون پیچ نیست. با هم تفاوت دارم. این پیچ رو اگه زور بزنیم باز نمیشه. یه پیچ تزیینیه. واسه اینه که شما اینو فشار بدید، یعنی نگاه کنید یه لحظه، اینو فشار میدین در میاد، از جاش در میاد و با پیشگوشی میچرخه. حالا بعضیا تخت، بعضیا چارسوه، فرق نمیکنه. ما اینو فشار بدیم این زبونه میچرخه. خیلی راحت، هیچ مشکلی هم واسه قفل پیش نمیاد.
حالا این چرا مشکل واسش پیش اومد؟ چون قبلا مشکل داشت. خب آخرین مدل که اگه نگاهش کنید از قیافش معلومه، از دور اگه نگاهش کنید معلومه. اینو نگاه کنید، اون قطعه رو میبینید، این قطعه نمیذاره این زبونه از این بیشتر بره داخل. حالا ما اگه اینو برعکس کنیم، اون قطعه نگاه کنید بازی میکنه، این میره داخل، برعکس همشون که در میان این میره داخل، میره داخل، از داخل میچرخه، از داخل که چرخید حتما با این سمتی باشه، از داخل که چرخید راحت جا میفته و تمام. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید، امیدوارم به دردتون خورده باشه. ما تمام مدل های قفله توکار رو آوردیم و همه رو دونه دونه با هم بررسی کردیم. ممنون میشم از لطفتون اگه این پست ما رو لایک کنید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید که آموزش‌های ما رو بیشتر ببینن و شاید چیز به درد بخوری حتما که داخل ویدیو میذاریم داشته باشیم که به دردشون بخوره. ممنون، روزتون بخیر، خدا نگهدار.